سلام، من اردلان ملکی هستم و شما از طریق کانال یوتیوب APQP Simple به قسمت 11 آموزش APQP نگاه میکنید. در قسمت های قبل ورودی های APQP در فاز اول مرور شدن و مواردی که تیک زده شده توضیح داده شد. ما تو این قسمت میخوایم به صورت اجمالی به مفروضات محصول یا فرآیند بپردازیم که یکی از ورودی های مهم فاز اول. خب قبل از هر چیزی اصلا مفروضات محصول و فرآیند منظورش چیه؟ اونایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدن یا اینکه توی خود دانشگاه صرفا کار تئوری کردن، همین الان دانشجو هستن، فکر میکنن که فرآیند طراحی یا فرآیند حالا تولید یک محصول یه چیزی که از نقطه A شروع میشه و تا نقطه Z شما فعالیت‌های مشخصی دارید و میرین جلو و همه چیز حساب شده است. شما یه دونه جرم داری، یه شتاب داری، پس طبق قانون نیوتن میری F=ma به دست میاری، همینجوری با همین روابط میری جلو تا میرسی به یک طراحی محصول. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. این قضیه هم فکر نکنین که به خاطر مثلا سواد پایین ما توی ایران و نه، منظورم کلا در دنیا اینجوری نیست. همیشه همه چیز با فرض شروع میشه، با در نظر گرفتن یه سری چیز هاست. باید در فاز یک وقتی که دارین یه چیزی امکان سنجی میکنید یه سری مسائل و یه سری موارد رو چه در مورد محصول چه در مورد فرآیندتون فرض کنید و بعد جلوتر برین اون فرضاتون رو یا ببینید درست بوده یا نه، یعنی برین ببینید درست بوده یا نه. اگه درست بوده که خب هیچی، اگر نه اصلاحش کنید. پس آغاز پروسه طراحی، تولید، هر پروسه واقعی در زندگی شخصی هم همین، اصلا بحث فقط صنعت نیست، با فرضه. شما یه سری چیزا، یه سری اسامپشنا داری، میری جلو و اینها رو کانفرم میکنی. خب ما الان در ابتدای پروژه واسه یک پروژه تکوین محصول که ما در APQP به اون میپردازیم چه چیزایی فرض میکنیم؟ یکی اینکه محصول ما یه ویژگی خاصی داره. منظور از ویژگی خاص همون مشخصه است، همون کاراکتریستیکس هاش هست. بعدها در موردش بیشتر صحبت میکنیم وقتی رسیدیم به جایی که میخوایم در مورد مشخصه های مهم محصول، مشخصه های مهم فرآیند صحبت کنیم. یه اینجوری در نظر بگیرین الان یه ویژگی خاصی داره دیگه، این محصول من قراره که یه کار خاصی انجام بده، یه قابلیت خاصی داره. کانسپت طراحی خاصی در محصول وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی محصول من باید قابلیت داشته باشه که فلان وظیفه رو انجام بده، این معماریش هست، نه اینکه کاملا درسته، یه چیزی تو ذهنمونه و احتمالا مثلا این قطعات منفصله رو خواهد داشت، باید بتونه مثلا خودش رو از سطح به این میزان جدا کنه. اینجور چیزها فقط صرفا کانسپته و کانسپت طراحی خاصی هم در فرآیند وجود داره. یعنی من قراره که مثلا این محصولم رو چجوری تولید کنم، چه دستگاه‌هایی میخوام، چه ماشین‌آلاتی میخوام، اصلا برای تستشون به چی نیاز دارم. اینها صرفاً بازم تاکید میکنم مفروضاتی هستن که قراره که تایید بشن. خب همینجا تو همین مرحله کی از همه جلوتره؟ کسی که قبلا پروژه های زیادی رو ران کرده، کسی که قبلا این محصول رو، این فرآیند رو دیده، چون فرضاش به واقعیت نزدیک تره. خیلی مهمه که ما در این مرحله از تجربه افراد با تجربه استفاده کنیم، چون هر چقدر فاصله باشه بین مفروضات ما و واقعیتی که مشاهده میشه، ریسک های ما افزایش پیدا میکنه، چه مالی چه زمانی. حالت ایدئال اینه که فرضای ما همه درست باشه، اما چون این چیزی که کسی نمیتونه تضمین کنه مگر اینکه یک پروژه ای رو شما عیناً بخوای تکرار کنی، تازه اون هم تضمینی وجود نداره. پس تمام این مفروضاتی که قرار ورودی ما واسه امکان سنجی باشن باید تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشن. خب ما میتونیم در 4 دسته کلی بیایم بگیم که این فرض‌های ما شامل چی میشه. ابتکارات فنیه، یعنی شما قراره یک نوآوری جدیدی بیاری تو محصول خودت یا توی فرآیند خودت. مواد پیشرفته است، منظورش اینه که یه مواد جدید ممکن پیشرفته هم نباشه، برای شما این جدیده، قبلا از این استفاده نمی‌کردی. ارزیابی قابلیت اطمینانه،
در واقع این میخواد بگه که چه انتظاری داری، این قراره که چقدر کیفیتش در چه سطحی باشه و فناوری های جدیده از لحاظ سطح تکنولوژی قرار کجا باشه. برای اینکه این بیشتر واسه ما جا بیفته از هر کدومش میخوام یه مثالی بزنم. میگه فکر کن خودروساز میخواد به جای دینامو استارت کلاسیک از ISG استفاده کنه، Integrated Starter Generator. در واقع از این سیستم‌های جدید هست، تو خودرو هیبرید هم زیاد هست که دینامو استارت با هم ادغام میشه توی یک قطعه. خب این چه اثری داره؟ این ابتکار فنی، این فرضی که داری میکنی به عنوان خودروساز، کلا اون جلو موتور معماری تغییر میکنه. باتری 48 ولت میخوای، خط مونتاژ موتور تغییر میکنه و اینکه تو تستایی که با دینامیت قبلا میگرفتی الان پروتکل‌های اونم باید تغییر بدی. پس شما فرض کردی وقتی به عنوان خودروساز که من میخوام از ISG استفاده کنم، باید توی امکان سنجی خود این 4 تا مورد رو ببینی. در مورد مواد پیشرفته میریم پیش قطعه ساز، میگیم حالا توی آج تایرساز خواسته از فانکشنالایزد سیلیکا استفاده کنه. میدونین که فانکشنالایزد سیلیکا هم سایش رو کم میکنه، همین که خیلی برای از این CO2 کمتر تولید میکنه. اولی مسئله که باید بهش فکر کنه، من چالش تامین دارم، تا دیروز که من اصلا از این استفاده نمیکردم از این ماده، پس یک تامین کننده جدید میخوام، چالش دارم واسش. مسئله بعدی، حالا این خوبه، میگم میتونم برم بگم من محصول اکو فرندلی میزنم و با این شعار برم بازاریابی کنم. در واقع فرض شما و شما یک فرصت ایجاد کرده. وقتی که شما از این ماده جدیدی داری استفاده میکنی، فرمولاسیون تایر شما تغییر میکنه، پارامترهای تولیدت هم تغییر میکنه، چون فرمولاسیون که تغییر کنه اون دما و زمان و هر چیزی که تو خط تولیدت داری باید متناسب با اون فرمولاسیون تغییر کنه دیگه. مسئله بعدی اینه که تو همین الان باید بدونی که دیگه قیمت این تایر قیمت تایر قبل نیست. در مورد قابلیت اطمینان ما صحبت خواهیم کرد در قسمت بعد، خیلی به تفصیل، خیلی موضوع مهمیه. ولی حالا یه مثالی بخوایم بزنیم، این که میگیم یه برف پاک‌کنی میخوایم تولید کنیم که برای کیلومتر مثلا تا کیلومتر 100,000 قابلیت اطمینان 99.5% داشته باشه. خب همین الان مشخصه طراحی که داری میکنی محافظه‌کارانه تر. یعنی چی طراحی محافظه‌کارانه تر؟ یعنی که باید در واقع اون حاشیه طراحی بیشتری در نظر بگیری، باید اون ضریب اطمینانات رو بیشتر روش فکر کن، بیشتر یعنی روش مانور بدی. از طرفی تامین کنندگانت هم اگه هر کسی واسه تامین میکرد، اگه ABC بودن 3 تا تامین کننده واسه یکی از مواد اولیت بود، بعد بری سراغ اونی که از همه بهتره و به اون هدفت نزدیکتره. وقتی میخوای به چنین قابلیت اطمینانی برسی، بعد بازرسی کیفیت هم سختگیرانه‌تر باشه. اصلا شاید بگی من همین الان تو خطم 5 تا بازرس کنترل کیفیت دارم، پس من نیاز دارم واسه این پروژه 10 تا داشته باشم، 5 تا دیگه باید اضافه کنم. دیگه معیار پذیرش تستایی هم که انجام میدی تغییر میکنه، چون قبلا اصلا بر اساس یک قابلیت اطمینان پایین‌تری داشتی برنامه ریزی میکردی. فناوری جدید، کمک فنرهای ER، این الکترولوژیک ها یک نوع سمی اکتیو هستن دیگه، یعنی بگیم نیمه فعال. در واقع اینجوریه که یک سیال ERی دارن که این ویسکوزیتش، حالا امیدوارم که اشتباه نکنم ولی تقریبا مطمئنم که همین هست، ویسکوزیتش با اعمال میدان مغناطیسی کم و زیاد میشه و این باعث میشه که تو هر جایی با توجه اون چیزی که نیاز سیستم تعلیقت هست عملکرد متناسب اونو داشته باشه. خب همین الانش همین ER رو که بخوای بذاری، همین ابتدای کار این که تو معماری الکتریکی میخوای که یه سری اجزای جدیدی به سیستم اضافه میکنه. یک کلین روم میخوای واسه مونتاژش، ER حتما باید کلین روم داشته باشی. بعد این سیال ER خودش انحصاریه، حالا نه دسته یه نفر ولی تامین کنندگان محدودی داره. تو چجوری میخوای تامین کنی سیالشو؟ و اینکه حالا قبلا میرفتی تست هیدرولیکی فقط میکردی ولی الان تستای الکتریکی هم میخوای. خب اینا رو همه رو گفتیم.
اگه بخوام همه اینا رو در چند جمله کوتاه خلاصه کنم، این میشه که ما مفروضاتمون باید نزدیک به واقعیت باشد. همه ما داریم نهایت تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق بیفتد. کی شانس بیشتری داریم؟ وقتی که افراد با تجربه تر این مفروضات رو یا اونها وضع کنن یا اینکه کمک کنن به ما باید فرض کنیم تا پروژمون جلو بره. نمیتونیم با قطعیت جلو بریم. اصلا با قطعیت جلو رفتن نشان دهنده اینه که هیچ دیدی نسبت به قضیه نداریم، قطعیتی وجود نداره در پروژه در ابتداش. این مفروضات میریم جلو، یا صحیح بوده یا صحیح نبوده. اگه صحیح نبوده باید اصلاحش کنیم. 4 تا ریشه دارن معمولا اینا، یا نوآوری هست، یا یه متریال جدیدیه، یا اینکه میخوای کیفیتت رو خیلی ببری بالاتر یا بیاری پایینتر. اصلا من نمیدونم، بعضی وقتا این هم دیدیم. یا اینکه اصلا یه تکنولوژی جدیدی میخوای بری سراغش. هر کدوم از اینا حالا مثالهایی زدیم. همه اینها تو چی تاثیر میذاره؟ ما اصلا چرا فرض میکنیم؟ به خاطر اینکه ما قراره هزینه کنیم. قراره بفهمیم که چقدر سرمایه لازم داریم، چه منابع انسانی، چه منابع مالی، چه فضایی که لازم داریم. اصلا برای این تخصصی که میخوایم چیه. ما میخوایم مثلا یک تکنولوژی جدید، شاید نیاز به آموزش داشته باشیم، شاید اصلا نیاز به نفرات آموزش دیده با تجربه جای دیگه داشته باشیم. برای اینکه بتونی امکان سنجی درستی داشته باشی، باید فرضیات خودت و فرضیات تیرها تو بدونی. مخصوصا حالا اگه با OEM کار میکنی، تو مثالیه کاملا مشخصه دیگه، اون خودش گرفتار یه سری مفروضاته، داره جدید میره سراغ یه سری چیزهایی. بعد شما یه سری مفروضات دارین و اینها عدم قطعیت قضیه رو بیشتر میکند. ما با این مفروضات میریم سراغ این که یک برنامه زمانی و یک بودجه بندی نزدیک به واقعیت داشته باشیم. اصلا اینکه ما انحراف زمانی و انحراف بودجه‌ای تعریف میکنیم و وجود داره چنین چیزی در پروژه ها، دلیلش اینه فرض شده یه سری چیزها. خب این هم یک ورودی مهم دیگه بود. توی خود APQP فکر کنم 1-2 خط در مورد این صحبت شده. این قسمت هم فکر کنم کوتاه‌تر میشه، حالا زمان از دستم در رفته. قسمت بعدی در مورد قابلیت اطمینان هست. اونجا صحبت بیشتر میکنیم در مورد تأثیر این پارامتر بر امکان سنجیمون. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه و متشکرم که تا پایان این اپیزود ما رو همراهی کردید.